نوشته کردیم VLC پلیر امیدین نوشته کو डाउनलोड फॉर PC صحیح شد. اگر ویندوز هم روش نوشته میکنیم ویندوز 10 11 ایرم نوشته کو مشکل نیست کن. خب حالا میریم در یکی از این وبسایت ها. فرض مثال ما میریم در این وبسایت. این وبسایت برای من تو صحیح معلوم نمیشه معتبر نیست. این وبسایت اپ تو داون خوب وبسایت است. در این وبسایت میریم اینو دانلود میکنیم. خب این تقریبا چقدر مردم دانلود کرده؟ 42.2 میلیون نفر این دانلود کرده. فهمیدی؟ دیگه اینجا پایین میایم بٹن دانلود است اینا میزنیم دانلود میشه. که منتظر میمانیم تا این خدا آماده کنه. हाँ वो साबल मोबाइल रहा ना मुस्ताजिबल को क्यों कोड को क्यों सॉरी प्लेयर خودت نداری؟ من ندارم. प्ले स्टोर का मुस्ताजिब प्ले स्टोर पे हुआ डाउनलोड میکنم نه ما بر دانلودش میکنم. خب یا ببینی این بटन डाउनलोड هم میزنم डाउनलोड میشه. ها اینا ما بر डाउनलोड میکنم تا که درس خلاص میکنیم تا وہ डाउनलोड میشه. زیاد نیست. این فایل است یا اپ است چیه؟ اپ است. خب درس دی روز ما شروع کرده بودیم. سعی کنین اول نوتپد باز میکنیم. نوتپد در آن آمدم نوتپد نوشته کردم نوتپد باش. اینجا اول نوشته میکنیم داک تایپ. داک تایپ با خاطر چی نوشته میکنیم؟ ها؟ برای شروع بر ما نشان بده که HTML که ما نوشته میکنیم HTML چند است؟ 5 است. ورژن 5 است. بعد از چی را میگیریم؟ کدوم تگ می؟ تگ HTML می. آفرین. و تگ HTML چی میکنیم؟ بسته میکنیم. باز داخل از تگ چی را میگیریم؟ هد میگیریم. تگ هد باز میکنیم و پس چی میکنیم؟ بسته میکنیم هد. نشد؟ در پایین از کدوم تگ میگیریم؟ تگ بادی را میگیریم و تگ بادی را دوباره چی میکنیم؟ بسته میکنیم. حالا در داخل تگ بادی ما کار میکنیم. خب اون تگ هد هم کار نداریم HTML هم بهش کار نداریم. در تگ داخل تگ بادی ما چی را خوانده بودیم؟ یکی پاراگراف خوانده بودیم دیگه هدینگ وان نخوانده بودیم. هدینگ وان اینجا H1 دادم و اینجا دادم مای تاپیک یا فقط افغانستان نوشته کردم. چی نوشته کردم؟ افغانستان. یعنی مقاله نوشته میکنیم درباره چی است؟ افغانستان است. H1 چی میکنیم؟ تاپیک نوشته میکنیم. این را بسته کردیم و اینجا آمدم پی را گرفتم. تگی چی را؟ تگی پی. تگی پی. اینجا یک پاراگراف نوشته میکنیم. پاراگراف ما از کجا بگیریم خوب است؟ از ورد بگیریم نه؟ در این ورد میریم پاراگراف رو میگیریم. سعی کنم اگر تو اینجا ما صف کنم همین فایل چی کنم؟ سیف کنم چی میشه؟ می فایل چی میکنیم؟ سیف میکنیم. البته این فایل نه این فایل در فایل میریم ولی اینجا در سیو اس میریم یا در سیف میریم. در سیف میریم فایل خود چی میکنیم؟ ثبت میکنیم. آسان ترین راهش همی است. این را میگم در دسکتاپ بیا و در دسکتاپ به نام چی؟ project1.html این را چی کو؟ سیف کن. دیگه چیز انتخاب نکن فقط اینجا project1.html نوشته کن. این را چی کو؟ سیف کن. وقتی که را سیف کردی چی میشه؟ در سر صفحه می آمد یا نه؟ حالا همین فایل اینجا چی میکنیم؟ باز میکنیم.
صحیح شد؟ نفهمیدی؟ فهمیدم در چیز که سیف کنیم آه در فایل می در نفر که سیف کنیم در فایل در فایل میریم دیگه در سیف میریم نخوندی آره خواندیم استاد بعد چیزا رو خواندیم از یادم رفت از استفاده نکردم نه کم کم باید یاد بگیری خوب بعد از این یاد بگی خیر مشکل نیست ما برات مرحله به مرحله میرم فلاش فیلمایش هست که یاد گرفتیم فیلمایش که سعیز بزرگ دیده برو ما مرحله به مرحله درس میتونم برات خب سعی کنین آمدیم فایل جور کردیم بعد از اون سیف کردم صحیح در سر صفحه دسکتاپ سیفش کردم بعد از این در چی میریم در اینجا میم رند نوشته میکنیم میگم در پاراگراف برای چی خوب بتی و ایره کنترل A کنترل C میکنم ایره پاس میکنم اینترنت کار نکی گانم ستا قسمت ده قسمت ده خراب ده قسمت خب دیگه چی میکنیم ایره پیست میکنیم چی گفتی؟ استاد پاراگراف همون که نوشته کنیم چه رقم پاراگراف در مورد چی میگه مساوی RAND قوس باز بسته انتر میکنیم بازی پاراگراف در مورد چی نوشته شده در همه تو یک جمله نوشته شده ویدیو provides a powerful way to help you خودش هم تو prove your نوشته point همه تو خودش نوشته میکنه درباره افغانستان نیست خون همه تو معلومات است خب اینجا تگی پیره چی کردم بسته کردم کنترل اس میکنیم ریفرش این معلومات هم آمد خب حالا ما میخوایم اینجا یک خط پرتم در زیر عنوان افغانستان یک خط پرتم چطور انداخته میتونیم خطا ما یک تگ داریم به نام تگ HR است خب به نام تگ چی است HR است این درس نواس یاد بگیم تگ HR فقط HR دادم میره کنترل چی میگه سیفش کردم و اینجا ریفرش کردم اینجا خط انداخت یا نه صحیح شد اینجا به نام هاریزونتال لاین یاد میکنن به نام چی هاریزونتال لاین خب تگ جدیدی که یکی را که ما خواندیم HR است تگ دیگه را که ما میخوانیم به نام تگ چی است B است یا بولد اینجا من تگ B را چی میکنم باز میکنم میگم از اینجا تا به همیجا برمایی متن چی کو بولد کن بولد میفهمی؟ دبالش کن زخیمش کن اینجا ایرا چی میکنم تگ بسته میکنم کنترل اس میکنم HR بسته اگر ایری سلف کلوز است کن ایرا به نام سلف کلوز میگن دیجا بسته میشه در جای دیگه بسته نمیشه خون که پس دوباره ای رقم بگیریم این اشتباه کن اول بسته نکنی بسته میکنی رقم بسته میشه اول بسته نکنی فعلا مشکل نداره فعلا ما به خاطر نگفتم در اصل بسته میشه فعلا به خاطر نگفتم که در سر زیاد میشه باز گدواد میشه از پیشت اگر بسته میکنی دیگه بسته میشه خب فقط اینجا HR بعد از یک فاصله بودی اینجا سلف کلوز میگن چی میگن؟ سلف کلوز تگ یکی ما تگای داریم که پیر است تگای جوره ایست تگ سعی که اینجا یک است نه اینجا همراه ما جورهش است اینجا بسته شده ولی را فقط همینجا ما خودمون بسته میکنیم ولی پیر است تگای چی است؟ پیر است اینجا بی است اینجا چی است؟ بی است اینجا باز شده اینجا چی شده؟ بسته شده way to help ای چی شد؟ بولد شد صحیح شد؟ تگ دیگه را که ما میخوانیم آی است اشتباه چیزا فعلا نگرد خب؟ چیزی را که من میگم برات امو را یاد بگی با خاطر که باز گدواد میشه درس از پیشت گدواد میشه از هدف اصلی خود باز میمونیم HR را خواندیم B را خواندیم دیگه تگ دیگه را که ما میخوانیم به نام strong است به نام چی است؟ strong است تگ strong مثل چی واره کار میکنه؟ مثل بی واره کار میکنه ولی تگ strong وقت ازش ما استفاده میکنیم که یک جمله با ما بسیار مهم باشه جمله چی باشه؟ بسیار مهم باشه میگم در وبسایت ما یا در صفحه ما این جمله بسیار مهم است این را در تگ چی میگیرم؟ strong میگیرم و این را میگم این را بولد کو این را در بی گرفتم درست است
سترانگ هم به مانند بولد امرای ما خط منظم میکنه، جور میکنه، بولد میکنه. فهمیدی؟ این خط با این خط فرق داره؟ هیچ فرق نداره. این هم بولد است نه؟ و این هم چی است؟ این هم بولد است، ولی سترانگ است. و این چی است؟ این بولد است. فهمیدی؟ در شکل فرق نداره؟ نه، در شکل فرق نداره، در مانا فرق داره. مانای ایش یک چیز است، از دیگه چیز است. سترانگ یعنی مهم، متنی که مهم باشه در سترانگ میگیریم. تگ دیگه را که ما میخوانیم تگ چی است؟ آی است یا ایتالیک. این را دیگه باز کردیم و اینجا چی میکنیم؟ بستش میکنیم. این را پیر تگ میگن. تگ های پیر است، جوره است. جوره است دیگه باز شد، دیگه جورهش چی کردیم؟ بسته کردیم و چیزی را که میخوایم ایتالیک شوه در داخل از قرار میگیره. حالی را ریفرش میکنم اینجا. این را میبینی؟ اینجا را ایتالیک ساختم. ایتالیک هم میفهمی؟ شکل کج رو گرفت نه؟ خب تگ دیگه را که ما میخوانیم emphasize است. emphasize فرض مثال ما میخوایم بالای یک جمله تاکید کنم. بالای جمله ما ولی فونت تغییر میتونم. این شکل ایتالیک داره نه؟ خب میگم ایتالیکش ریگولار بس. اوکی این تو صحیح شد. خب اینجا ما نوشته میکنم ام. تگی ام بخاطر امفسایز است. امفسایز یعنی چی؟ تاکید. ما بالای از جمله چی میکنم؟ تاکید میکنم که این جمله ممروی ما چی است؟ یک جمله تاکیدی است، مهم است. فهمیدین؟ ایده در تگی چی میگیرم؟ در تگی ام میگیرم. در داخل تگی چی گرفتم؟ ام گرفتم. کنترل اس میکنیم و ایره ریفرش میکنیم. این چی شد؟ ایتالیک شد یا نشد؟ ام مثل آی است. شکلش مثل آی است. خب تگ دیگه را که ما میخوانیم برنامه چی است؟ هایلایت. بخاطر هایلایت ما یک تگ داریم. خب هایلایت بعضی چیزا، زیادتر چیزا در ورد امروز یک چیز است. فهمیدین؟ چیزی را که در ورد ما خواندیم دیجا ما کار میکنیم. فقط دیجا کد است و دیجا چی است؟ آپشنال داره نه؟ کار میشه. یعنی دیجا برد ساده کنم، ساده سازی کنم. اول خوی را یاد بگی پاراگراف چطور میه. مساوی نوشته میکنی RAND مساوی ولا حول ولا قوة. استاپ شد. مساوی RAND قوس باز قوس بسته. انتر. صحیح شد؟ صحیح که ما دیگه چی را خواندیم؟ بی را خواندیم بولد. صحیح شد؟ آیا خواندیم چی؟ ایتالیک. این یک تگ دیگه از برنامه چی است؟ این البته تگ نیست، آپشن است. این را هایلایت میگن. چی میگن؟ هایلایت. با خاطر از این ما یک چی داریم؟ یک تگ داریم. فهمیدی؟ تگ از این برنامه چی است؟ مشکل ما یک دیدن کنم. تگ برنامه چی است؟ برنامه مارک است. خب من این جمله را مارک میکنم، هایلایت میکنم. اینجا تگش باز میکنم، میگم MARK و ایره تا به اینجا برمه چی کن؟ هایلایت کن. اینجا تگش چی میکنم؟ بسته میکنم. مارک. صحیح شد؟ کنترل اس میکنم. همی ساحه همراه ما چی میشه؟ مارک میشه. دیدی؟ هایلایت. تگ دیگه را که ما میخوانیم سعی کنیم بی را خواندیم، سترانگ خواندیم، ایتالیک خواندیم، امفسایز خواندیم، مارک خواندیم. تگ دیگه را که ما میخوانیم به نام اسمال است. به نام چی است؟ به نام اسمال است. اسمال چی میکنه؟ کوچک میکنه. فرض مثال ما یک جمله از اینجا شروع میکنم، میگم تا به اینجا جمله را برام اسمال بساز. از اینجا شروع میکنم، میگوی جمله را از اینجا شروع اسمال. صحیح شد؟ تا با کجا؟ میگم تا به اینجا برام چی بسازی را؟ اسمال بساز. کنترل اس
میمیره ریفرش میکنیم. کجا را اینجا کوچک شد یا نشد؟ از اینجا شروع بود نی تا با کجا تا به اینجا است. این را کوچک ساخت. میبینی؟ این از این که این کوچک است این بزرگ است نی؟ فهمید یا نه؟ چند تا خواندیم؟ بولد خواندیم، استرانگ خواندیم، ایتالیک خواندیم، امفسایز خواندیم، مارک خواندیم، سمال خواندیم. پیش بریم. دیگه تک دیلیتد است. دیلیتد چی میکنه؟ مثل که ما دا ورد داریم خب؟ دا ورد فرض مثال جمله برای من اشتباس. این ما چی میکنم؟ دا وسطش یک خط میانم. امی خط توسط تگ دیلیت ما دیجا میتونیم. میگم این جمله یا این کلمه برای من چی است؟ اشتباس. این جمعه تگ دیلیت چی میکنم؟ دی ال باز میکنم. ولی اینجا بستیش میکنم. میگم تگ دی ال چی کنم؟ بسته کنم. کنترل ایس صفحه را ریفرش میکنم. بالا بود. فهمیدی؟ این رو باز در وبسایت در کجا استفاده میکنیم؟ فرض مثال ما یک جنس میگیم قیمتش قبلیش قدر است، قیمت فعلیش یک قدر است. بالای قیمت قبلیش چی میاریم؟ یک خط میاریم. فهمیدی؟ این کلش باز در وبسایت استفاده میشه. ابتدایش از امیجا است. باید از امیجا یاد بگیریم. خب تگ دیگه را که ما داریم به نام انزرتد است. انزرتد چی میکنه؟ یک اندرلاین در زیرش میاره. مثل که ما ایره میگیریم نه؟ ایره باز بیشتر در ایمیلا استفاده میکنیم. یا در امیجا استفاده کنم بر تعمیر رقم کن. دیجا من میم در زیر افغانستان. میگم پیره باز میکنم تگی پیره و در داخل تگی پی ما چی میگیرم؟ تگی دی ای ال میگیرم. فهمیدی؟ و اینجا نوشته میکنم قیمت قبلی در این نوشته کنم قیمت قبلی. صحیح شد؟ فرض مثال چند است؟ 100. چند است؟ 100. امی 100 باید در داخل تگ دی ای ال بگیرم یا مکملش میگیرم. مشکل نیست. مکمل امی را در تگ دی ای ال میگیرم. قیمت قبلی میگم در داخل از این تگ باشه. فهمیدی؟ و تگ پی را چی میکنم؟ بستن میکنم. کنترل ایس صفحه را ریفرش میکنم. تایید کن. قیمت قبلی آمده بالای سرش چی آمده؟ یا خط آمده نه؟ یعنی قیمت قبلی. و دوباره نوشته میکنم قیمت فعلی. جنس است فقط امیره میگیرم کلش. کنترل سی میکنم و اینجا کنترل بی پیستش میکنم. اینا چند افغانی میگیرم؟ 80 افغانی. صحیح شد؟ این رو به شکل بگیریم بهتر شود. یکم خوب معلوم شود. ولی تگ دی ل باید پاک کنیم نه؟ تگ دی. تگ دی ل پاک میکنیم. بجای دی ال چی را میگیریم؟ خب انزرت را میگیریم. آی ان اس را میگیریم. فهمیدی؟ دیجا هم چی را میگیریم؟ آی ان اس. این تگ دیگه است همراه ما. خب تگی به نام انزرشن است. انزرشن؟ آنلاین میکنیم. آنلاین میده. در زیرش یک خطک میده. نفهمیدی؟ فهمیدم. دیگر سابسکریپ و سوپرسکریپ داریم. پیش بریم. استاد همین دوی دیگر هم بخونیم. خلاص شما. خب سابسکریپ و سوپرسکریپ هم دیگه داریم. خب این امروز ما سابسکریپ است. این چی است؟ سوپرسکریپ است. این بیشتر در ریاضی و فیزیک و کیمیا به خاطر از این مضامین استفاده میشه. چطور؟ فرض مثال من اینجا میم یک فرموله نوشته میکنم. فرموله چی را نوشته میکنم؟ میگم فرموله آب نوشته میکنم. H2O. این فرموله آب است نه؟ اگر من میره دیجا بگیرم صفحه را ریفرش کنم. امیدو به می شکل نوشته می باشه؟ نه کار دبالوش پایان
پایان نوشته می باشه خب در سابسکریپت یا اندکس نوشته می باشه. امی دور ما در چی استفاده میکنیم؟ در داخل تگ SUB میگیریم. SUB و امی تگ اینجا چی میکنیم؟ بسته میکنیم SUB. این را به نام سابسکرایب یاد میکنم. کنترل اسش میکنم، ریفرش. پایین آمد یا نه؟ ها؟ سوم معلوم نمیشه. معلوم نمیشه. اینی صحیح شد؟ پایین آمد. خب این را دمیجه میمونم. خب تگ دیگه را که ما میخوانیم تگ به نام سوپرسکریپت است. او در معادلات ریاضی به کار ما میاد. x مربع همراه ما نوشته می باشه نه؟ x مربع این را ریفرش میکنم. این مربع در کجا می باشه؟ در بالا می باشه نه؟ این را من در داخل تگی چی میگیرم؟ سوپ میگیرم. تگ باز میکنیم SUP و این را همیجا بسته میکنم SUP. کنترل S ریفرش. ایش این را به نام سوپرسکریپت یاد میکنه، این را به نام سابسکرایب. این تکایی بود که امروز خواندیم. یاد میگیری خون؟ صبح مکمل پرسان میکنم، جمعیشان عملا خودت کار میکنی.